اگه بخوایم یه توضیحی راجع به بحث نظارت انتخابی و نظارت ارجاعی بگیم، توی بحث انتخابی کارفرما خودش ناظر رو هر ناظری رو که بخواد و حالا پروانه داشته باشه و حدود صلاحیتش به اون پروژه بخوره میتونه انتخاب بکنه و به شهرداری معرفی بکنه. ارجاعی این سازمان نظام مهندسیه که میاد ناظرین رو به صورت رندوم برای اون کار در نظر میگیره. شهرداری ایرادی که به در واقع کارهای ارجاعی میگرفت این بود که مدت زمان زیادی طول میکشید که ناظرین انتخاب بشن. درش این بود که حالا یه رانتی در واقع توی سازمان نظام مهندسی به وجود میاد که حالا یک سری از کارهایی که حالا بهتره به یه سری از افراد خاص در واقع تعلق بگیره. نظارت انتخابی هم در واقع مشکلی که داره اینه که شما وقتی میری ناظر رو خود انتخاب میکنی، خب مطمئنا اون ناظر اون اهرم فشار رو روی شما نخواهد داشت و به دلیل اینکه شما خودتون رو انتخاب کردی مطمئنا کارفرما این توقع رو داره که تو خیلی از مسائل فنی اجرایی باش کنار بیاد. این دوتا مسئله رو باید به صورت کامل بررسی بکنیم و به جنبندی خوبی برسیم که در واقع اون ایراداتی که این دو روش داره برطرف بشه و به یک راه واحدی برسیم.